در آغاز باز یک هفته نو برنامه خبری رادیو زودی از دفتر مرکزی تقدیم شما می‌گردد. شالوی گلخوجه هستم. سلام. حالا می‌بینیم که موضوع امروز 29 اپریل از کدام قرار است. گردی‌همائی در نزد شرکتی معروف فاروز پایین بردن نرخ شیره کمال 10 نفر را به نزد دروازه این شرکت آورد. 20 سال برای گناه عضویت در گروه جنایی و افراطی و قصد انجام عمل‌های تروریستی مادر پسرش را بیگناه ولی مفتشان جهادی می‌شمارند. یا همه بر دروغ گفتم. یا را خطا کردگی. بچه ما گفتم آقا جان بچه ما گفتم گندش کشتن نمیتونه. ترکمنستان به تحصیل دانش جانش در خارج مانع ایجاد میکند. مقامات تاجیک میگویند در این مکاتب عالی کشور برای جوانان ترکمن باز است. انتخاب کسب آزاد است، چی برای شهروندان جمهوری ترکمنستان و چی برای شهروندان جمهوری تاجیکستان. صبح امروز تعدادی از کارگران خواجگی کشاورزی در نزد شرکت فاروز تجمع نمودند. دلیل ناراضگی آنها به قیمت فروش شیره کمال وابسته بوده است. برخی از جمع آمدگان در صحبت با همکاران ما گفتند شرکت نرخ خریداری شیره کمال را پایین آورده است. دهها کارگر که بر اساس قرارداد به شرکت فاروز شیره کمال می‌فروختند در نزد اداره این شرکت جمع آمده خواستار بازنگری قراردادهایشان شدند. با قول کارگران فاروز از آنها خواسته است که یا با قیمت $10 هر کیلو شیره کمال را به آنها بفروشند و یا شرکت با کارمندان از افغانستان قرارداد می‌بندد که آماده شیره را جمع آورده با قیمت پایین‌تری به آنها بفروشند. شیره کمال برای استحصال داروهای گوناگون استفاده و در بازارهای جهانی با قیمت بلند فروخته می شود. خبرنگاران رادیوی آزادی که شاهد حضور کارگران در نزد یکی از دفترهای فاروز در شهر دوشنبه شدند میگویند چند ماشین ملیسا هم اینجا آمده از کارگران خواستند که پراکنده شوند. ژورنالیستان مرکز تحقیقات فساد و جنایت‌های متشکلانه گفتند فاروز شرکت مونوپولیست بوده به داماد رئیس جمهوری تاجیکستان تعلق دارد. بینندگان عزیز، حادثه در حال تحول است. خبرنگاران رادیو زودی در جای حادثه قرار دارند و جزئیات بیشتر را میتوانید در وبسایت ما پیدا نمایید. ضمناً تا سال 2008 شیره کمال آزادانه از تاجیکستان صادرات میشد ولی با یک امر پرزیدنت کشور فروش آن به خارج تاجیکستان در شکل خام کاملا ممنوع گردید. پس از امر عملی رحمان فاروز یکی از کمترین شرکت‌هایی است که اجازه کار کرد و فروش این گیاه را دارد. رو می‌رویم به موضوع دیگر. محمد اولوخوجاев سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته امنیتی ملی تاجیکستان دستگیر شده است. بازداشت اولوخوجاев را امروز یکی از نزدیکان او به رادیوی آزادی تصدیق کرد. این در حالی است که دو رسانه جداگانه در داوم 3 روز اخیر نوشتند محمد اولوخوجاев با اتهام گویا فاش کردن سری دولتی بازداشت شده است. از جمله یک منبع سامانه آزیا پلوس گفت که اولوخوجاев داوم 2 هفته اخیر در بازداشت است و در آن گمان بر می شود که گویا توسط پشت یا مسنجرش کدام اطلاع مخفی را ارسال کرده است. وبسایت اخبار نوشت که اولوخوجاев گویا کدام معلومات سری را به سازمان خارجی توسط کامپیوتر خانگیش ارسال کرده است. گفته می شود بازداشت اولوخوجاев را کارمندان امنیت ملی ساختاری که نیروهای مرزبانی یک بخش آن می باشد انجام دادند. روزی گذشته زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا در امور افغانستان در کابل گفت اگر طالبان به نظام پیشترشان برگردند این راه جنگ خواهد بود نه صلح. خلیلزاد بر این است که طالبان باید اقدامهای خود را تغییر داده به آتش بس رضایت بدهند. اسکندر خواجه میرزاده با تفصیلات بیشتر. فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید سازش احتمالی صلح با طالبان به آتش بس دائمی و صداقت جانبها به صلح پایدار در این کشور وابسته است. چیزی که طالبان میخواهند که درباره قوای آمریکا، چیزی که ما میخواهیم درباره تروریسم، اگر به موافقت برسیم گپ نهایی نمیشه تا این مسئله و مسئله آتش بس دائمی که ختم جنگ باشد روش موافقه نشده باشد مسئله ختم نیست. روز یکشنبه در یک مباحثه تلویزیونی در شهر کابل که میزبانی آن را تلویزیون خصوصی طلوع بر عهده داشت، خلیلزاد گفت طلب طالبان اساساً به بیرونشوی سربازان امریکایی از افغانستان ارتباط دارد. ما خود در جستجوی یک
صلح هستیم، در جستجوی یک حل سیاسی هستیم، نه در جستجوی برآمدن. ما صلح را میخواهیم که امکان برآمدن بده. ایالات متحده آمریکا 14,000 افسر و سربازش را در چارچوب نیروهای بین المللی زیر رهبری پیمان ناتو به افغانستان سفربر کرده است که وظیفه اساسی آنها تمرین نیروهای دولتی افغانستان و کمک به آنها در مبارزه با گروه طالبان و سازمانهای افراطی به مانند داعش یا خود گروه دهشت افکنی دولت اسلامی و القاعده می باشد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو тамошо دارید. شورای علمای تاجیکستان سنه احتمالی آغاز ماه شریف رمضان رو اعلام کرد. با گفته مسئولین نهاد طبق حساب آنها ماه رمضان امسال در تاجیکستان روز 6 می فرا میرسد. اما روز دقیق 1 می در جلسه شورای علما رسما اعلان می شود. قرار است در این جلسه نیز حجم زکات و صدقه فطر برای امسال نیز معین شود. رمضان 1 ماه ادامه میکند. در این ماه از صبح تا شام مردم از خوردن خوراک و الفاظ قبیح و عملهای بد خودداری می نمایند. بینندگان عزیز، رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس النوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس میگیریم و جزئیات را میپرسیم. برنامه را ادامه می‌دهیم. دادگاه شهر دوشنبه یک جوان توجیک را به سالهای طولانی زندان محکوم نمود. مفتشان میگویند آرزو سیدعلیف 23 ساله میخواست به بینای وزارت امور داخلی حمله کند، ولی نزدیکان محکوم شده پرونده را ساخته نامیده گفتند او زمان بازداشت شد که به سبب بیماری از قزاقستان به وطن برگشته و مشغول طبابت بود. زرانگیز نوروشا موضوع را ادامه می‌دهد. او چیزی که من ایشان دادم ما گفتم نه، یا همه بر دروغ گفتم، یا را خطا کردگی. بچه من گفتم آقا جان، بچه من گفتم گندش کشیدن نمیتونه. پسری این مادر را برای قصد حمله مرگتلبانه به 20 سال زندان محکوم کردند. او به این عیبنامه راضی نیست و آن را ساخته می‌داند. آرزو سیدعلیف پسر 23 ساله صنوبر هم حکم دادگاه را نسبت خود سنگین خوانده خواسته است بازبینی شود. مقامات میگویند حکم بر اساس دلیل‌های معتمد صادر شده است. همین سر سود وقتی که برو آوردن ما گفتم همین وقت به امید بودم که مرا تا این همین جایی که تلفن گپ زدن وقتی که ایلاوی دایرو $100 قطعی تلفن چی یا خچان مونده گفتن یا خچان پستاویت کردن. گفتن که سینشکی بیا قطعی ما همکاری که ما در سر سود را میبریم. سر سود وقتی که 20 گفتند بچه دیگه چی دیگه نمیدونم که در او درونی چیز زمین دیگه من خود نمیدونم چه خیلیش نمیدونم. دادگاه شهر دوشنبه آرزو سیدعلیف ساکن ناحیه فرخار را که به گفته مفتشان میخواست در بینای وزارت امور داخلی حمله مرگتلبانه انجام دهد به 20 سال زندان محکوم کرد. دادگاه گفته است که این جوان 23 ساله هنگام مهاجرت کاری در قزاقستان در سال 2018 توسط شبکه‌های اجتماعی با اعضای گروهی به نام دولت اسلامی تماس گرفته سوگند صداقت داده است. به گفته مادر آرزو برای طبابت به وطن برگشت و پس از 3 ماه بازداشت شد. همین موبایل یک مکار نکرد که دستش دا خیمیکات زد. یا چون اوجه دخترو همین چیزا دیدن کی گذاشته. گفت کار میکرد اوجا رفته ماشین میشته. چی میکنه دیگه؟ او ما بعد از 3 ماه دیگه گشت. هیچ چیزا هم چی رو پای با نماز دارم هیچ چیزا دیگه ما نمیدونیم. همین قمه دونم که همین روزی فبرار بود، 19 فبرار چی ینور 19 ینور بود. گفت اوچا ما اپا خبرگیری میام اونجا کوارتران تو. مقامات تاجیکستان میگویند سیدعلیف را روز 20 دکبر سال 2018 هنگامی از جای تعیین کرده تاجدین نظرف یک اعضای گروهی به نام دولت اسلامی گرفتن تلفن موبیلی و $200 در ساحل دریای دوشنبه دستگیر کردند. به قول مفتشان یکی از اولین دستورهایی که آرزو باید اجرا میکرده است قتل سیفالله یتیموف رئیس محله نوآباد پایان ناحیه فرخار بود. خود سیفالله یتیموف در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت هیچگاه با آرزو و خانواده آنها مناسبت بد نداشت و نسبت آنها به کسی شکایت نکرده است. ولی مادر آرزو از نقل پسرش میگوید در واقع او در جستجوی کار با افراد شبهناک تماس گرفته فریب خورده است، اما تاکید میکند او پسرش قصد اجرای یگان عملی تروریستی نداشتم. گفتن من نکردم، یگان کاری هم بود نکردم. من مقصدی تری هم نداشتم. های گفتن همین هم گفتم من که نکردم چیکار.
دادگاه شهری دوشنبه میگوید هرچند آرزو سیدعلیف به مقصدش نرسید، اما برای قصدی انجام جنایت‌های مدهش به 20 سال زندان و ادای این حکم در محبس نظامش سخت محکوم شد. صدها دانشجوی ترکمنی که در مکاتب عالی تاجیکستان تحصیل میکنند در حالت سردرگمی قرار گرفتند. وزارت معارف ترکمنستان رویخط دانشگاه‌های خارجی را تهیه کرده است که تنها دیپلم آنها در آن کشور اعتبار دارند، اما اسم دانشگاه‌های تاجیکستان در این رویخط نیست. ترکمنستان با چه دلیلی برای تحصیل شهروندانش در خارج مانع می‌گذارد؟ گزارش همکاران ما از تلویزیون نسته شیوره را تایری سفر تقدیم می‌کند. تقریباً 1000 نفر از دانشجویان ترکمن که محصل مکاتب عالی تاجیکستان بودند نتوانستند تحصیلشان را در این کشور ادامه دهند. همین گونه به آنهای هم که با سبب مشکلات خانوادگی در جریان خوانش به وطن رفتند امکان دوباره برگشتن به تاجیکستان را ندادند. کارشناسان میگویند مقامات ترکمن به این وسیله میخواهند از بیرون شدن پول جلوگیری نمایند، زیرا دانشجویان ترکمن در تاجیکستان در بخش‌های شرطنامه‌ای تحصیل می‌کنند و بر علاوه برای زندگیشان در اینجا مبلغ صرف می‌شود. اکثر دانشجویان از ترکمنستان که شمارهشان نزدیک 2000 نفر را تشکیل می‌دهد در دانشگاه آموزگاری در دوشنبه می‌خوانند. اینجا سبب‌ها زیادند. عامل اصلی این است که والدین دانشجویان با دلار مبلغ انتقال می‌دهند. برای حکومت این وضعیت چندان مقبول نیست، چون در ترکمنستان بحران اقتصادی است. دانشجویانی که حالا در تاجیکستان تحصیل را ادامه می‌دهند میگویند به اختصاص‌های آنها در ترکمنستان طلبات نیست. این است که مقامات کشور هم درسان آنها را اجازت نمی‌دهند از ترکمنستان بیرون برآیند، اما با این وجود هم دانشجویان نمی‌خواهند تحصیلشان را در تاجیکستان ترک کنند. در جماعت خرد ما 3000 دانشجویان آمده میگویند برای ما کار بدهید. در یک جماعت کوچک 3000 دانشجو از خارج کشور، از کجا به آنها کار میدهند؟ میفهمید حالا در آنجا برای کار جنگ است. در دانشگاه آموزگاری در دوشنبه میگویند امسال اکثر دانشجویان به هنگام تعطیل به وطن نرفتند و تا ختم و گرفتن دیپلم در خوابگاه میمانند. چند نفری که ناچار بودند به ترکمنستان بروند دیگر برنگشتند. تنها در یک حالت که از کورس یک فاکولته زبان روسی دختر دانشجویی بود که یعنی که به ترکمنستان رفت و دیگر برگشتن نیامد. راستی گپ انیق سبب برگشتن آمدنش رو ما هم نمیدونیم، چون که اون کس با عریضه مراجعت کرده برای دیداربینی مادرش رفته بود، دیگر برای نآمدن اون یگان معلوماتی وی هم نداریم. در ماه اپریل وزارت معارف ترکمنستان رویخط دانشگاه‌های خارجی را تهیه کرده است که تنها دیپلم آنها در کشور اعتبار دارند. نام دانشگاه‌های تاجیکستان در رویخط نیست، اما با این هم دانشگاه‌های تاجیکستان قبول دانشجویان ترکمن به فاکولته‌های گوناگون را ادامه می‌دهند. انتخاب کسب آزاد است، چی برای شهروندان جمهوری ترکمنستان و چی برای شهروندان جمهوری تاجیکستان. و ریاست دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و مؤسس ما وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان آمده است که همه طرفا دانشجویان خارجی چی از جمهوری تاجیکستان چی از دیگر جمهوری‌ها را در کمیسیون قبول به صفت دانشجو قبول کنیم در اختصاص‌هایی که زیاده از 70 اختصاص در شعبه تحصیلات فاصله و روزانه داریم. ما تیاریم که همه جانبه اونها را قبول کنیم. بنا به اطلاع بخش ترکمنی رادیو آزادی من بعد تنها به آن دانشجویان اجازه انتقال پول میدهند که فهرستش از جانب حکومت تصدیق شده است. رهبریت دانشگاه آموزگاری میگوید فعلا با پولسپاری دانشجویان مشکل ندارند. در شهر کلوب نیمه ماه اپریل یک زن جوان سیگانیک به دنیا آورد. مفزونه مدیسوی و ساکن 26 ساله شهر سیگانیک را روز 14 اپریل در شفاخانه مرکزی نویت تولد کرده است. قربان علی الدینایف اماکی طفلان نوزاد گفت که وضع صحتی دو دختر و یک پسر مفزونه و صحتی خودش خوب است. مادر کودکان پرستار است و یک دختری 3 ساله دیگر هم دارد. فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از آنکه تا آخر برنامه ما را همراه بودید بینندگان عزیز تشکر میگوییم و همین گونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش‌های جالب را از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما www.azadi.org. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میگردد. خدا نگهدار.